سالت که مردم به نام هوش مصنوعی آشناست؟ 5-6 سال شاید باشه کم و 10 بیش. سال بگیم. 10 سال میگیم. ما در سی بی که مارچ 1976 برای امریکا را آن کردم فرمولا. این تحقیق شده. سندش هست. در ویرجینیا امریکاست. درست. 1976. 1976 و بالاخره در اکادمی علوم شوروی در 1990 من راجستر ساختم. من خب فیزیکدان نیستم نه. بعد میگم تو چی کردی؟ خب من مدل را راه کردم. تطبیقش رو کردم. گرفتی؟ مدل را ما راه کردم. بله. عکس قضیه بینم نیوتن و معادلات ان مجهوله را. و از شما تاییدی هم از خود امریکا گرفته. از امریکا دارم. که 40 سال 49 سال 50 سال قبل. بله سندش رو دوستان میبینن. در 1990 در اکادمی علوم مسکو میره. بله. روش صحبت کرده. کنفرانس دادیم اکادمی علوم است که زوم کردن اکادمی علوم. مصنوعی. اینجا نشته است. در اون زمان 1990 دوست مصنوعی که از فکرم نمیکرد. اینا ما چاپ نکردیم این کتابه. این کتاب خودش جو پیدا کردن که بالاخره چاپ کرد که درباره شما نشته کردن که یادم کار کرد. کل این کتاب برای شما من تحفه میتونم. یا طرف من تحفه برای شما. نباشه. لطف کردین. افغان سر باعث افتخار است بله. آینه میام سند آمریکاست که اینجا چاپ شده که تایید کردن هوش مصنوعی.